من تصور کردن نمیتونم که آدمی که علم مالیوی ندارد چه خیلی زندگی میکنه. و صرف نظر شما دکترت، معلمت، سنتکنیکت، انجینرت، هست علم‌هایی که به حیات بردن ممکن نیست. یکی همین این علم مالیوی است. مثال بگم شما باغبونید، سرمنا علم مالیوی در کار. شما چوپونید، علم مالیوی در کار. شما انجینرید، علم مالیوی در کار. کسی نباشد چه بگه هر روز شما مجبورید که پول قطع سر و کار داشته باشید. هر روز نان میخرید، پول خراجات راه میتید، پول بنزین میتید. شما این معقول هست، معقول نیست، نه قبول دارد، قبول ندارد، این صرف نظر. بعضی چیزایی هست که فرق ندارد، شما اینو میفهمید نمیفهمید، это فکت. آدم باید فهمد که روز در روز زندگی قیمت میشه. من مثلا $100 با یا که 100 سومانی با 2000 سال چیزی که میخرید خود خریدن نمیتونید. درست؟ با 10 سال پس با قیمت میشه حیات. دوم، آدم 8 ساعت کار میکنه، 8 ساعت درآمد دارد، 24 ساعت خراجات دارد. 8 ساعت درآمد دارد، 24 ساعت خراجات دارد. سوتکا به 24 ساعت شما خواب میرید، اتاپلین کار کرده است. شما اشکمبه میخورید، با خواب میرید. کودکتون سحری میخیزد با خوردن در کار. شما میفهمید это فکت. 8 ساعت درآمد، 24 ساعت خراجات. تصور کنید اگه شما 8 سومانی درآمد داشته، 24 سومانی رسخات، خراجات. شما بانکرات.